میشه آدرس محل فیزیوتراپیتون رو توی برلین داشته باشم؟ میشه لطفاً در مورد سلول درمانی و PRP هم توضیح بدید؟ سلام، امروز میخوام جواب سوالهای شما رو که تو ویدیو قبلی از من پرسیدید بدم. اگر سوالی هم دارید تو قسمت کامنت همین ویدیو بنویسید که تو ویدیوهای آینده بهتون پاسخ بدم. من کامران هستم، دکتر علم ورزش و ورزش درمانگر در آلمان. قبل اینکه شروع کنیم لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. یه خبر خیلی خوبم براتون دارم. از الان شما میتونید جلسه مشاورتون رو با بچه‌های تیم ما رزرو کنید. یه لینک تو قسمت توضیحات هستش. از طریق اون لینک میتونید اولین جلسه مشاورتون رو با بچه‌های ما هماهنگ کنید. خب بریم سراغ سوال اول. من درد کمرم وقتی پیاده روی میکنم بیشتر میشه. چه کار باید بکنم؟ این سوال خیلی خوبی هستش که اصلا من یک ویدئوی مجزا براش درست کردم. ولی به صورت کلی زمانی که ما پیاده روی انجام میدیم، اگر عضلات میانی بدنمون قوی نباشه، فشار خیلی زیادی به ستون فقرات ما میاره. پیاده روی به خودی خود خیلی فعالیت خوبیه و باید ما انجام بدیم. ولی کسی که مشکل کمری داره و مشکلش حتی حاد هم هستش، این پیاده روی شاید درد خیلی بیشتری ایجاد کنه، التهاب بیشتری ایجاد کنه و آسیب بیشتری به ستون فقراتتون بزنه. پیشنهاد میکنم اگه میخواین پیاده روی کنید مطمئن باشید درد ندارید، ولی اگر درد دارید حتما با ورزش درمانگر صحبت کنید و یه سری کارهای خاص هستش که تو ویدیو پیاده روی گذاشتم، اونو انجام بدید تا مطمئن بشید پیاده روی برای شما مضر نیستش و بهتون خیلی کمک کنه که درد کمرتون از بین بره. بریم سراغ سوال دوم. میشه لطفاً در مورد سلول درمانی و PRP هم توضیح بدید؟ خب این مبحث بسیار بزرگ و مهمی هستش که نمیشه واقعا تو یک ویدیو دو ویدیو راجع بهش صحبت کرد. باید ویدیوها راجع بهش ساخت که اصلا چی هستن، چی کار میکنن و پروسه درمان چجوری هستش با این تزریقات و با این شرایط. ولی به صورت کلی اطلاعاتی که من دارم و تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که سلول درمانی و PRP تو خیلی از موارد موثر هستن. خیلی از مقالات هم نشون داده که تاثیر آنچنانی ندارن. هنوز خیلی اطلاعات دقیقی راجع به این موضوع نیستش که بتونیم از PRP یا سلول درمانی به عنوان درمان انفرادی استفاده کنیم. میتونیم ولی از اینها به عنوان درمان مکمل استفاده کنیم. به این معنی که شما میخواین تمرین درمانی اگر انجام بدید یا پروسه درمانتون زیر نظریه ورزش درمانگر هستش برای 6 ماه یا 1 سال، زمانی که PRP انجام بدید یا سلول درمانی انجام بدید شاید بهتون کمک کنه که پروسه درمانتون سریعتر بشه. ولی به تنهایی که شما بشینید خونه هیچ کاری نکنید و بگید که من سلول درمانی میکنم، PRP کنم که کمرم خوب بشه، اینجوری این اتفاق نمیفته و تحقیقات هم نشون داده که به تنهایی سلول درمانی و PRP قابلیت درمان شما رو ندارن. پس پیشنهاد میکنم اگر به این فکر این هستین که سلول درمانی انجام بدید یا PRP، حتما با چند تا متخصص صحبت کنید. در کنار درمان‌های دیگه‌تون این کار رو انجام بدید و درمان اصلیتون این نباشه. بریم سراغ سوال بعدی. دکتر عزیز سلام، من بیرون‌زدگی دیسک و تنگی کانال نخاعی دارم. دکتر گفته باید عمل بشم ولی قبلش تزریق انجام بدم. 62 ساله هستم. 10 جلسه فیزیوتراپی و سوزن درمانی کردم و جریان برق، ولی دردم بیشتر شد. لطفا نظرتون رو بگید. خب شرایطی که شما فرمودید بیرون‌زدگی دیسک و تنگی کانال نخاعی و دکتر گفته باید عمل بشه، پیشنهاد میکنم با چند تا دکتر دیگه هم مشورت کنید. چون زمانی که اگر شرایط شما اورژانسی باشه، دکتر بدون حتی نظر شما عمل سریعا انجام بده، چون کار خیلی خطرناکی هستش و شما اصلا وقتی ندارید که بخواید صبر کنید. ولی زمانی که دکتر به شما تایم داده و گفته باید تزریق انجام بدید، پس شرایطتون اورژانسی نیستش و پیشنهاد میکنم با یکی دو تا دکتر دیگه مشورت کنید. متوجه نمیشم چرا بهتون گفتن تزریق کنید و چه تزریقی میخوان انجام بدن قبل عمل جراحی. این خیلی مهمه که چه تزریقی هستش، ولی اگر قرار عمل بشید خب نیاز به تزریق خاصی ندارید. یه نکته فرمودید که 10 جلسه فیزیوتراپی سوزن خشک انجام دادید به نتیجه نرسیدید. اینو بگم این خیلی اشتباهی هستش که خیلی از افراد میکنن. من از طرف جامعه ورزش درمانگرها و فیزیوتراپیست‌ها اینو میخوام بگم. 10 جلسه مقدار کافی برای درمان یک فرد نیستش. شما زمانی که یک مشکل کمری دارید تو سن 62 سالگی، به این معنا نیستش که این مشکل کمر شما 1 ماه قبل 2 ماه قبل شروع شده و شما این بدنتون الان تو این حالت هستش. نه، بدن شما با این شرایط کمری شما سال هاست درگیره، شاید 10-20 سال هستش درگیره اگه بیشتر نباشه و الان شما میخواین اینو درمان کنید.
و با 10 جلسه فیزیوتراپی شما نمیتونید تاثیر بزرگی ببینید. پیشنهاد میکنم اگر میخواین پروسه درمان رو ببرید جلو، اگر واقعا میخواین از دست این کمردرد رها بشید، آزاد بشید، یه مدت زمان مناسبی رو براش بذارید. 6 ماه تا 1 سال حداقل براش بذارید تا بتونید نتیجه مثبتی ببینید. با 10 جلسه متاسفانه فقط برای کسایی خوبه 10 جلسه که مشکل کمرشون یه گرفتگی عضله ساده است که خب 10 جلسه بهشون کمک میکنه این گرفتگی عضله از بین بره. ولی برای خیلی از افرادی که مشکلات کمری دارن، مشکل فقط گرفتگی عضله ساده نیستش و به زمان خیلی زیادی نیاز دارن. بریم سراغ سوال بعدی. لطفاً راجع به درد گردن و مشکلات دیسک گردن هم ویدیو بسازید. متاسفانه من تخصصم توی مهره‌های گردنی نیستش و من نمیخوام توی موضوع اظهار نظر کنم. از نظر من خیلی اهمیت داره آدم باید توی موضوع اظهار نظر کنه که تخصص داشته باشه. متاسفانه مشکلات گردنی تخصص من نیستش و نمیتونم نه راجع بهش ویدیو بسازم نه اظهار نظر کنم. بریم سراغ سوال بعدی. میشه آدرس محل فیزیوتراپیتون رو توی برلین داشته باشم؟ خب هدف اصلی کانال ما و کلا این کانسپتی که درست کردیم اینه که میخوایم تمام پروسه درمان و یه شرایط درمان رو به سمت آنلاین شدن ببریم. نمیخوایم که شما فقط نیاز داشته باشید که به مرکز فیزیوتراپی برید. خیلی فیزیوتراپیست های خوبی در ایران، در برلین وجود دارن که شما میتونید بهشون مراجعه کنید، ولی هدف کلی من و تیم ما این هستش که کل سیستم درمان رو بتونیم به سمت آنلاین شدن ببریم. به خاطر همین متاسفانه ما ویزیت حضوری نداریم. اگر میخواهید که مشاوره بگیرید یا ویزیت آنلاین داشته باشید، فرم قسمت توضیحات رو پر کنید، بچه‌های تیممون بهتون پیغام میدن. بریم سراغ سوال بعدی. من 10 سال پیش به مدت 2 سال از همسرم که قند بالا و زوال عقل داشتن پرستاری کردم و مجبور به بلند کردنشون بودم. الان وارد 77 سالگی شدم و بیرون زدگی دیسک کمر دارم و حدود 1 سال و 8 ماه هست درد میکشم. ورزش‌های شما رو شروع کردم و دوباره MRI دادم، ولی دکتر گفته کمرم زیر بار این درد خم شده و باید عمل کنم. میشه لطفاً راهنمایی کنید؟ تبریک میگم بهتون که اینقدر فرد خوبی هستید، انسان خوبی هستید که از خانواده‌تون مراقبت کردید و من هر کمکی از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. ولی ما نیاز به اطلاعات خیلی بیشتری داریم که بهتون کمک بتونیم بکنیم و اصلا بگیم که آیا عمل جراحی که دکتر گفتن براتون مناسب هستش یا نه. اگر علائم اورژانسی ندارید، پیشنهاد میکنم فرمی که تو قسمت توضیحات هستش رو پر کنید. کلا 1-2 دقیقه طول میکشه و بچهای تیم ما خیلی سریع باهاتون ارتباط برقرار میکنن تا ببینن چجوری میتونن بهتون کمک کنن. بریم سراغ سوال بعدی. با سلام، من پارگی دیسک و بیرون زدگی دیسک مهره 5 دارم. دکتر نوشت به صورت اورژانسی عمل بشم. 2 روز دیگه هم وقت عمل جراحی داشتم. هر کسی رسید گفت عمل نکن و من یک باره با کانال شما آشنا شدم و اون ورزش هایی که شما نشان دادید و انجام دادم و استخر هم میرم. شکر خدا کمرم راست شده چون قبلا خم بود به سمت جلو، ولی بازم سمت راست موقع ایستادن درد دارم. باید چه کار کنم؟ خب اول از همه اینی که شما اگر علائم اورژانسی دارید، مثل اینکه خدای نکرده نمیتونید کنترل ادرار یا مدفوع داشته باشید و یا درد بسیار شدیدی دارید یا بی‌حسی و گزگز بسیار شدیدی تو پاهاتون دارید، عمل نکردن بسیار خطرناکه. اگر دکتر به شما گفته باید به صورت اورژانسی عمل بشه، شما دیگه نباید به فکر افراد دیگه باشید. هم توی سوالاتون گفتین که هر کسی رسید گفته که عمل نکنید. من نمیدونم این هر کسی کی و چی هستش، ولی زمانی که علائم اورژانسی دارید دیگه نباید اصلا فکر کنید و این ریسکش رو انجام بدید که عمل نکنید چون گفتن اگر عمل کنید بده. علائم اورژانسی یعنی عصب شما بسیار تحت فشار هستش و بسیار خطرناک. این که بعدش دردتون کمتر شده و بهتر شدید، خب این نشونه خوبی هستش، ولی پیشنهاد میکنم حتما با 1-2 تا متخصص مغز و اعصاب دیگه مشورت کنید، شرایطتون رو بررسی کنید و اگر شرایطتون اورژانسی هستش حتما عمل کنید. ولی اگر اورژانسی نیستش،
به تمرین درمانی و ورزش درمانیتون ادامه بدید، خیلی خوب هستش. اینکه فهمیدید درد دارید تو قسمت باسنتون سمت راست، این یک درگیری عصبی میتونه باشه. من مطمئن نیستم، باید شرایطتون بررسی بشه، ولی احتمال داره که عصب شما در ناحیه لگن درگیر هستش. ما عضله داریم در ناحیه لگن که عصب از زیرش رد میشه. اون عضله میتونه تحریک شده باشه و درگیر شده باشه و عصب رو تحت فشار قرار داده باشه، یا اصلا مشکل از کمر میاد که شما توی باسن حسش میکنید که اصولا بعد از ایستادن هم این دردها اتفاق میفته. و اگر شرایط اورژانسیتون برطرف شده و فقط میخواین درد باسنتون کم بشه، پیشنهاد میکنم ویدئویی که تو کانال گذاشتیم راجع به درد باسن رو نگاه کنید و همچنین عضلات بدنتون رو حداقل 6 ماه تا 1 سال تقویت کنید تا این فشار از رو عصبتون برداشته بشه، اونجوری رو لگن هم کمتر حسش میکنید. ولی لطفاً و خواهشاً اگر علائمتون اورژانسی هستش، حتما با پزشک صحبت کنید و به هیچ عنوان حرف کسای دیگه ای رو گوش نکنید، چه کسایی که تو سوشال مدیا هستن مثل من و چه کسایی که افراد دیگه ای که بهتون میخوان کمک کنن پیشنهاد بدن. چون متخصص زمانی که میگه عمل اورژانسی هستش، واقعا شما زمان فکر کردن و یا تصمیم های دیگر رو ندارید. بریم سراغ سوال بعدی. سلام، من دیسک کمر دارم، میتونم MRI بفرستم نظر بدی؟ خیلی ممنونم از اینکه میخواین نظر منو بدونید. ما متاسفانه پیغام های خیلی زیادی داریم دریافت میکنیم، یعنی روزانه واقعا بالای 20 تا 30 پیغام هستش که به صورت شخصی من دیگه نمیتونم جواب بدم. خیلی تعداد پیام ها زیاد هستش. فرمو حتما پر کنید، بچهای تیم ما حتما چک میکنن، باهاتون تماس میگیرن و بهتون کمک میکنن. و اینجوری هم نیست که شما یه MRI بفرستیم ما نظر بدیم. MRI شاید فقط 10% 20% پرسه درمان شما هستش یا تشخیص ما هستش. 60-70% 80% شرایط شما هستش. خیلی وقتا MRI ها خیلی نتایج بدی رو نشون میدن ولی فرد شرایطش خوبه، هیچ مشکلی نداره. پس فرستادن MRI و نظر دادن به تنهایی باعث درمان شما نمیشه و بهتره این که زیر نظر متخصص باشید، شرایط کلیتون بررسی بشه، در کنار شرایط کلی MRI تون بررسی کنه. بریم سراغ سوال بعدی. با سلام، چند روز پیش بارفیکس رفتم، دردم خیلی بدتر شده، لطفاً راهنمایی کنید. خب به این سادگی نیستش که بگیم شما در بارفیکس رفتین درد دارین، الان مشکل چیه بریم حلش کنیم. این باید کلا بررسی بشه. ولی پیشنهاد میکنم یه ویدیو تو کانال ما داریم راجع به 2 نوع بیرون زدگی دیسک که چرا نباید از بارفیکس آویزون بشین یا ترکشن انجام بدید. اونو حتما برید توی کانال ببینید، خیلی بهتون میتونه کمک کنه. و اینو بدونید که با آویزون شدن از بارفیکس برای شاید 70% افرادی که بیرون زدگی دیسک دارن خطرناک باشه و تاثیر مثبتی نداشته باشه. این ویدیوهایی که تو فضای مجازی خیلی دیده میشه، خیلی معروف میشه، خیلی ویو میخوره رو بذارین کنار که ترکشن انجام میدن، بارفیکس انجام میدن، طرف میره تو بارفیکس بدنش کلا صاف میشه، دیسکش میره سر جاش. نه، اینجوری نیستش و بارفیکس شاید برای 70% کسایی که بیرون زدگی دیسک دارن خیلی هم خطرناک هستش. و بریم سراغ سوال آخر. سلام، من بیرون زدگی L4-L5 دارم، بهترین روش درمان چیست؟ خیلی مهمه که ببینیم شرایط بیرون زدگی دیسکتون چیه، چه علائمی دارید، درگیری‌های عصبی دارید یا نه، و فاکتورهای زیادی باید تو این زمینه بررسی بشه. ولی به صورت کلی من یه ویدیو دارم که از 0 تا 100 توضیح دادم که پروسه درمان برای کسی که بخواد تازه کمرش رو درمان کنه چی هستش، که لینکش رو این بالا میذارم، میتونید بریم ببینید. از 0 تا 100 پروسه درمانی هستش که ما تو آلمان داریم الان استفاده میکنیم برای بیمارهامون و بهشون نشون میدیم که چجوری میتونن کمرشون رو درمان کنن. پیشنهاد میکنم حتما برید این ویدیو رو ببینید. ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. اگه سوالی داشتید حتما تو قسمت کامنت برای من بنویسید که تو ویدیو بعدی جواب بدم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.